بابا اگه میشه که میپرسم بگیم ما چیش نداریم بفهمیدین بگیم نابیناییم برادرم ما نمیبینیم برادرم ما غریب بیوزنیم برادرم بیوزن چوب بیوزن نگه من یاد ببرم بیوزنم برادرم خیرات بده زکات بده بابا برادرم ما چیش نداریم برادرم ما غریبیم کمکی بکنید چه کار میشه ما نون خورده خود نداریم دیشب تا صبح گوشته بدیم برادر خیرات بدیم برادرم خیرات بده بابا خیلی جا چپی آمدیم اینجا بابا کسی نخواد چیزی بابا بگیم ما نمیبینیم ما غریب یخن کنده ایم شمزه 17 نفر نون خوریم بگیم تا شم هیچ چی کار نمیکنیم ما نمیبینیم که کار کنیم اگه بدیدی کار میکردیم ما بل میزنیم پلنگ میزنیم کار میکردیم برادر کمک کنه غریبی ما بچه ببزاره بابا ما میگم بچه ببزانیم ببشخیم شما کاکا جان چی میتلدی؟ بابا غریبی وای خیرات بده خیرات میتلدی؟ بله بابا غریب هستیم نمیبینیم ما غریبیم نمیبینیم چشم ما نمیبینیم چشمای شما نمیبینه؟ نه کور هستین؟ کوریم ما از کجا هستی شما؟ ما سراخو بلا من جان بله خانه کجاست؟ ما خانه ما به سلام آنه بگه بابا این بیچاره کابلی مسکینی بیچاره شما مسافر هستین؟ نه ما خونه داریم ما خونه پلاس میشینیم خودت قوم خیش نداره؟ نه هیچ که همه سیل برده خدا ثوابتان نکنه بدبختیم بیچاره بیچاره ما خونه پلاس خیرات بده دیگه لالا جان بله همه کام کرتی دارم که کالا میگیرین برای من خیر بیدی خب بیاین برین ندام خانه ما فهمیدی یک کم کالاست که جنفر است میتون بریتون برای ما خونه پلاس داریم ما خونه نداریم کجا بریم خانه ما برین میدیم پو کم کالاست که کرتی همه چیزا رو میتون تا ببره که تا برای ما خلوان شما خیر آسیتم کور هستین سال فرما کوریم نمیبینیم کنی شما استاد شوین کاکا جان استاد شوین خدا ثوابتان نکنه لالا جان شما استاد شوین لالا جان همیت ساک من شما را ست کنم فهمیدی همیت استاد شو شما همیت استاد شو لالا جان بیایی همیت استاد شو آفرین همیت بیایی نو استاد بیاین برین خانه ما فهمیدی که همین سودا شما را میتونم تا قسم ببریم به چی رفتی برای من نیمه بلد هستی لالا جان بیا آفرین همین تا استا بیا مایی بستی نفایتان من پاهم فلاجه لالا جان بیا که نفتی این که برسان که خودیتم جوی از کجا میری به چی رفتی برای من بیاین همین تا استا بره بیاین همین تو بیاین برسیدیم برا نه لالا جان بیاین میرسون نزدیک هست لالا جان این تو بیا کجا میره کجا رفتی؟ درخت بالا میشی این لالا که درخت بالا میشه تو درخت دیوار دارو این تو بیا کجا هستی بیاین کاکا جان همین تا ایستا بیاین بیته برو ایتا آفرین بیاین بیاین رسیدیم خوش همین تا ایستا بیاین رسیدیم به دم خونه بیا ما کجا بیا؟ کجا میری لالا؟ بیا بیا نمیدی یک دقیقه بشی بیا اینجا یک دقیقه بیا این چی نمیدی یک دقیقه بشی لالا
اینم اینجا. آفرین. یک دقیقه صبر کنید فهمیدین؟ اینم میرم از خانه زود بیایم. چیه؟ لالا چوب بابا، چوب کنیم بابا. بابا آن فیلم چیه؟ خسور شما، خسرورا شما یک فیلم به سر مردم بیزی میکنن، چشا خوب بسته کردن که ما کوریم خیرات جمع میکنن. خیرات جمع میکنن؟ بابا اونا همین فیلم به سر زنه بیزی کردم، لفظ خودم تغییر دادم، پوش کردم بپوشوندم، چشا اینا بسته، اونا بیان تا درس رو به شما کمک میدم. بابا فقط شما هیچ گپ نزنید، ما اونا رو امتبسته میام به تحت سرا. چوب کنید یک دقیقه. لالا جان بخزین در خانه ما بیایید، بخزین. امیتا بیا، امیتا بیا 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 بیا. این استاد بس فهمیدی، امیتا بیا. آقا جان شما هم بخزین، بیاین در خانه ما. این تنیا کجا میری لالا جان؟ در خانه ما یک دقیقه صبر کن، دروازه رو باز کنیم. برو. بخزین لالا جان. لالا جان این جمپر میتنی؟ ها برادر ما غریبیم، ما نمیبینیم، از چیشا خو نمیبینیم. ما یک خنکنده این داره بداریم. چشمای تم کور شده؟ ما هر سال با چیش نداره، ما غریبیم. ما با خونه پلاس زندگی میکنیم. این آمدو باشم دروازه رو باز کنم. لالا جان چی کار دارید شما با تو؟ ما خیرات بدیم، اینا پیار من، اینا برار من، ما مسکینی غریبیم، هیچ گیر نداره. ما گفتم بابا گرد داریم شما. از کجا هستی شما؟ ما سرا خونیم برادر. بابا فقیم دیگه غریبیم، نابیناییم. ما چیش نداریم برو، نویناییم کوچک. من همینجا خانه ما از فهمیده کمی کالا سکت جمپر مونده چون تا کنه فهمیدی؟ خیلی برادر من. تشکر باشه. اگه چای او نان چیزی میخوای بر تو میارم. یا جلسه جایی ولی چه کار میشه؟ سعی سلام جان اینو میارم. خوبه. اگه چای باشه بیتریه. این یک دقیقه صبر کن. اینه نولا جانم یه بخور. اینه باقی بابا هستی نه؟ نه. نولا جان بله. امیریت رو نواز کنیم بگه. چیشمون نمیبینه. نولا جان امی دستمای تو رو پاس کنیم که بر تو نونم بیارو. برادر جان نمیبینیم ما. خب خیلی دستمای تو نواز کنیم بگه. نمیشه. ما نمیشه. نمیشه برادر من. خاطر که کالا برای شما میارم جمپر میارم در جای دکون زمستانه. همین ما چی شکاما نمیبینم، مگرم گفته دکتره گفته با عمر خب مگرم افسر نبینیم. همین دستا خود به استینا میکنیم. خوب آشا کن فقط توتیا برم ما برخو میکنم. این دستمای تو رو پاس کنیم بگه. نمیشه خاطر نمیبینم. نمیبینه چطور نمیبینه لالا جان؟
شرم کنیم حیا کنیم ابرو احتیاط با خدا بسا با ما ابرو نگاه نداشته کاکا خسور شما چریته این بچه ها لازم هم نمیفهمم شما چریته آنی جان فرم با برخو کنیم بگیره با برخو کنیم تو چیزی نداشتی خواه نداری چشاتو کور مایی بستی ایتی ترا برو به ترا کجا پیدا شد یا اینا به کجا بودم بیلا بدبخت بابا امیت غیبی به طرف خونی خالق میرفتم به ترا ایدم که هر ببوم کجی رو گله چشاخو بسته کنم ما کاکا خسور کار ده به جیگر ما میزدی بیتر بودم این کارو نمیکردی خود از این بچه آقا مثلا این کجا پاک ابرو احتیاط برو بدید ما کسی نداریم کجا بریم سعی کنه که فیلم شما ما کسی نداریم ما غریبیم ما خیر من پوست بگو بچون لفظ خود چی تغییر کم دادم داریم شما چی کم داریم آخه که میگه کسی نداریم چی کم این داریم میگه من شال مایبو رارو کمه یار باج خوب تو دل کجایی؟ از زندگی پاک بش کسته حال ده دیگه دل ما به کجا میری؟ بیا اینجا بیا دیگه اگر طور به می سراخ و ندیدم پا تو رفتم باجه این چی کار داره به خسور ما بگیم آدم کلونه بچه ها خود خجالت نمیکشه که به خدا قسم نیه دیگه به خود اصلا دیگه سر نداره پیش میخش بالا دیگه پاک شما سر شما بخواد شه خونه خورداریم زندگی خورداریم خرج خورداریم چری ببی جان بگینه به برخو کنه خاطر شما کسی ندارین جا و پناه ندارین به خاطر که شما جنفر دارین شما همیشه گوش نمونده که خور به کوری میزنیم دست به گله میزنیم بیلا بفهمیدین شما که چیزی ندارین دیگه برین ببو خدا قسم ابرو ما رو بردین ببو بفهمیدین بگیر با اشته برابر شده که ما به طرف خونه خالق میرفتم اصلا کاکا خسور خوب تا به همین ساعت ما دومات تو آدم بود و تم خسور ما بودی از همین ساعت دیگه دومات تو آدم نیم تم خسور بودی بس دیگه آخه شما که گوش نبودیم میامدیم به ما میگفتیم ما گوش نموندیم به ما دو ماده یک چیز چاره بده همین لفظ خود بکشتم که بوی نبردن که عباسه اینا ماستم به سر مردم فیلم بازی کنم بیخی دیگه ما از همین خسور تیرم بابا بیلا به یک سر بابا بغلی شدیم بابا من اصلا نفهمیدم کی عباسه عباس بوده بابا این چری ای تکه بابا یکیغان لب کبولی گپ بزن بابا جون نواسه شما سه کنیم ای میفهمیم این ما و شما بیا با مفتزه که این نواسه نیه با شما بابا این دشمن سر شما نه بیلا دمی که سه گوچیشا خوروا کنیم شما کنه به شما چای آوردم زمین شخص شما درو بیلا بابا شما گفتیم بیا به زی پس خوله بیا اینجا این به اینجا چی ماسته چی میفهمی چی رقم بلد شده جامو ها ندیدین که گفت اگه من میرفتم خونی خالق میرفتم از این صحرا میرفتم که اینجا بیامد ما رو بدیده بابا بیلا بابا دیگه بابا عباس به سرا راه ندیم من میگم این زمین شخص که من ترم بیلا بابا نیلیلا داماد مشته بعده بابا چی گو با شما گو خسور گو های گو خسور میخنده والی از این بخند کجی نخند من میگم زمین شخص که من ترم تو میخندی لاف کنه چرا میخندی تو مار بمیروزی نختی تو ببینه بابای گفتم تو نگفتی بیایم بریم نه تحصیبی کنیم چکار خب کنیم بابا گفتم من بگفتم بزی بر بریم با من گفتم ما بریم میبر تو ما تشویق کردی بیشتر کی بابا گفته بریم گدایی کنیم گدایی که بابا از هر روز گدایی میکنه چرا بزی غلا رفتین کسی ما ندید بیزار شدم حالا برنه چی میسگی بابا اشتا کنیم بابا ما که دیگه به خونه داده خونه میرم شما که اصلا برابر یک پشخاب شلغه میابرو دیگه نداره بخواه که من کانوزه که هلی بیاقلی بیدم شما که بیاقلی هم نیم یعنی باید این گندمو شما امسال خیلی علف داره اما سیو نکردیم اینا چه کار کنیم دیگه گندم هم که سیو نشه به درد نمیخوره مجبوریم سیو کنیم مجبوریم سیو کنیم آقا دیگه که شوره موری بدیم با اشته عباس دیر که از که ایره کردم گفتم من تا گدشتی اونا رو بردار بیا میگم یک چیز دیگه به خدا قسم بکن اگه سر داشته باشم که پیش می قوم خیش و حق و همسایه برا کنم به خاطر می خسور ما و خسور بودم باجه من یک چیزی برای تو بگم اصلا من خود ممیت سرم به کل به دور افتاده که اینا
خدا میدونه چند وقت می کار گرفتم. چی میفهمیم ما و شما؟ 1 سال میدونه میشه، که 6 ماه میشه، 2 ماه میشه، 1 ماه میشه. خدا میدونه کمی قومایی هم که بدیده یا ندیده یا همین همسایه هم که بدیده اینا دیگه با ما چی خواهد گفتن. شما چی میفهمین که کی تا حال اینا رو بدیده؟ با تو سکو که اینا با کجا برفتم که عباس خدا خواستگی میره به سرا خالق و اینا رو میبینه. بیلا بابا بیلا بعد بابا یا عباس اشته خبر شد اشته بابا انا گوشیشو سنگه اینه بابا انه بابا داده منه داده تونه ها چی میگیم بابا؟ ما چی بگم با این دیگه سکو چشمای نابسته 10 15 20 دقیقه عباس خودی از اینا گپ میزنه بیتا بوی نبردم بمونجی شیشته. مقصد برادر خوب هیچ چی خسور برا به درد ما نخورد. من مقدر به تو میگم باجا خوب ما کمیت پاک ابرو فکر کنم پیش می قوم همسایه باز شما سعی کنیم به کجا اینا شیشته بودم بازم خوب شده که عباس همون میرفته با خونی خالق میرفته اینا رو دیده که شیشته هم تا کوچه باغ ایشته جای یار خدایی دیگه ما خسور برا ما و خسور ما بعد ما آمد. هیچ چی تو آدما به در نشدن. ایشته دیر کردی دیر شد کو توقاچا چی؟ توقاچا کدو توقاچا بابا همینجا ما چای میخوردیم به تو نگفتم توقاچا رو خود خبر دار بیار اگه ما میریم ماما گفتین آخه قرار نبود ما گندمار سرو کنیم. شما خودی خب بیاورین توقاچا همونجا گلاس چای من پیاله چای خیلی نقدشتم که چای بخوردم در شدم گفتم توقاچا رو خود خب بیار ما میریم سرزمین میریم والا اگه آگاه شده باشونه که وقتی برو توقاچا رو بیار که روز چاش میشه وقتی دیگه برو زرا برو توقاچ برو دیگه خب ما بیامدیم عباس چون که گندم سرو کنیم پا چی کار آمدیم؟ دیگه چیزی نمین که نه چای بخوردیم هیچ چی نمیم فقط هم توقاچا زودتر بیا. دوسته که دو زرا بیامدم زودی بیایی. به خدا با جمعه ایران ما از ما سنده سال گذشته میگیم اعصاب ما کار نمیکنه اینا جوان هم اول اعصاب اینا کار نمیکنه میگو دختر جو میگو تو گپ نو باور کردی اشتباهی باشه خیر یک اشتباهی باشه خیر دیگه ما رو بخشه گه بیلا بابا شما داده میمون میکرد وقتی کل کوکتده بیاد